در 28 آگوست آلمان، فرانسه و بریتانیا اعلام کردند که 1 ماه دیگه مکانیزم ماشه رو فعال خواهند کرد و تحریم‌های بین‌المللی طبق 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران باز خواهد گشت، مگر اینکه جمهوری اسلامی همکاری بکنه و مسئله هسته‌ای خودش رو با جامعه بین‌المللی حل و فصل بکنه. همون زمان وزارت خارجه آلمان یک هشدار سفر رو به ایران صادر کرد و در اونجا اعلام کرد که از شهروندان این کشور و همچنین شهروندان دو تابعیتی، یعنی ایرانی‌هایی که شهروندی آلمان رو دارن و گذرنامه آلمانی دارن، به ایران سفر نکنن به هیچ عنوان، چرا که در صورت سفر به اونجا با توجه به اینکه مکانیزم ماشه هم قرار هست فعال بشه، اونها یک هدف بالقوه هستن برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان. امروز هم در 16 سپتامبر وزارت خارجه آلمان همچنان این تدابیر رو معتبر میدونه و تاکید میکنه که حتما به ایران سفر نکنند. اشاره میکنه به کسانی که قصد دارن به ایران سفر بکنن، اگر به ایران سفر میکنن خب طبیعتا نباید در گوشی های همراهشون یا وسایل الکترونیکی که دارن تصاویر و یا مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی باشه، چرا که همین میتونه که بهانه‌ای باشه برای بازداشت اونها. همچنین تاکید شده که ایرانی های و همچنین آلمانی هایی که در ایران هستن به مناطق پرخطر، به مناطق مرزی سفر نکنن، از مناطقی که توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه بمباران شده عکس برداری نکنن، که چرا که به هر حال قوانین و اون تعریفی که از جرایم در ایران هست مبهم هست و هر آن ممکن استش که به خاطر این موارد بازداشت بشن و اونها رو محاکمه بکنن. همچنین درخواست شده که برنامه ریزی بکنن برای خروج از ایران. به هر حال اونها معتقدن که در وزارت خارجه آلمان که اوضاع منطقه چندان مناسب نیست، با ثبات نیست و هر آن ممکن هستش که پروازها به ایران و یا از ایران لغو بشه. بریتانیا هم در واقع همون هشدارهای قبلی خودش رو تکرار میکنه در وزارت خارجه این کشور و تاکید میکنه که تمام افرادی که گذرنامه و شهروندی بریتانیایی دارن یک هدف بالقوه محسوب میشن و درخواست شده که اکیداً شهروندان بریتانیایی و همچنین دو تابعیتایی که در بریتانیا زندگی میکنن هم به ایران سفر نکنند.